الرحمن الرحیم. خب الحمدلله امروز به داستانی دیگه از داستانهای بانوان صدر اسلام رسیدیم. داستان صحابی از یاران رسول خدا، از وفاداران به دین خدا، از کسانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو با جان و دل علاقه داشتن و محبت داشتن و از ایشون اطاعت میکردن. برای داستان امروز ما اختصاص داره به داستان سلما بنت قیس انصاری، به عبارتی ام المنذر رضی الله عنها. خب ببینیم ایشون کی هست، شخصیت ایشون چیه، چگونه هست. نگاهی میکنیم به دایی های پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. هاشم ابن عبدمناف، خوب دقت کنید، هاشم ابن عبدمناف که از اجداد پیامبره و مردی تاجر و ثروتمند هست. خب ایشون سفرهای همیشه بین مکه و مدینه، بین مکه و سرزمین شام داشتن، سفرهای تجارتی. اصلا یکی از موارد خاصی که در بین اهل مکه هست همین سفرهای تجارتی که داشتن و چون به عنوان اصلا بزرگترین مراکز تجاری حساب می اومد مکه و تجارت‌های زمستانی و تابستانی که بود، اینو فراموش نکنید. طبیعتاً خب بزرگان و ثروتمندان از شرایط بهتری بهره مند بودن. خب ایشون بین مکه و شام در سفر بود که در یکی از این سفرهاش خب بالاخره در شهر مدینه ایشون چیکار شد؟ ساکن شده. مثلا خب طرف تو مسیر استراحت میکنه و اینها یا مدتی اقامت میکنه. ایشون سلما، خوب دقت کنید، سلما بنت عمرو ابن زید رو که یکی از قبیله بنی عدی ابن نجار هست، قبیله بنی عدی ابن نجار که خزرجی هست، دید، خوشش اومد. این خانم رو دید، این بانوی بزرگوار دید، ازش خوشش اومد و خب سلما هم دارای شرافت و مقام و منزلت خاص خودش در بین قوم خودش بود و ایشون خواستگاری کرد. پس هاشم ابن عبدمناف با سلما ازدواج کرد. خداوند فرزندی داد به این سلما که این فرزند رو اسمش گذاشتن عبدالمطلب. عبدالمطلب که البته این شیبه هم این رو نقل کردن در مورد اسم ایشون. هاشم فرزند خودش رو اونجا گذاشت تا بالاخره این پسر رشد بکنه و به مرحله‌ای برسه که بتونه بالاخره به اون توان خودش برسه. و تا اینکه بالاخره زمان گذشت و عبدالمطلب چیکار شد؟ به مکه انتقال پیدا کرد و پدرش هاشم از دنیا رفت. در یک جنگی که بین مثلا در سرزمین شام رخ داده بود از دنیا رفت و امور بنی هاشم همه به کی رسید؟ به عبدالمطلب رسید. عبدالمطلب که از مادری اهل مدینه هست، از قبیله بنی نجار. در هر صورت در اخبار حکایتی که در مورد زندگی عبدالمطلب اومده به این اشاره شده که بالاخره دایی‌های ایشون، دایی‌های عبدالمطلب که پدر بزرگ پیامبر صلی الله علیه و هستن، از کجا هستن؟ از قبیله بنی نجار هم هستن که شعرا در این مورد و مواردی در شعر نقل کردن که ما نمیخوام اونجا الان وارد این مسئله بشیم که بالاخره از داستان ما دور هست. بالاخره بنو نجار هم با این ارتباط و فامیلی رو نسبت به عبدالمطلب داشتن و مواردی هم هست در بحث ارث و زمینی که در تاریخ نقل شده که بین اینها بود. بالاخره ایشون از مادرش ارثی می‌برد و که اینجا جایی ما می‌خوایم به این اشاره بکنیم. یکی از موارد خیلی جالبی که نقل شده میگه بنی نجار در یک مکان بزرگی که این روایتی که امام احمد از انس بن مالک رضی الله عنه نقل کرده، اومدن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر این قبیله بنی نجار وارد شد و ازشون سر زد یا مثلا بالاخره ملاقاتی در اینجا صورت گرفت بین پیامبر و افراد قبیله بنی نجار. حالا بعد سالها گذشته رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا خالو، به اونها گفت، اون شخص گفت، اون کسانی که بالاخره از قبیله بنی نجار بزرگوارشون بودن، ای داییای من، قل لا اله الا الله، بگید هیچ معبودی نیست، شفا دهنده‌ای نیست، روزی دهنده‌ای نیست، حاکمی نیست، خالقی نیست، این چی نیست جز الله رب العالمین. یعنی تسلیم برنامه اون بشید، از این شرک و خرافات و قبر پرستی و ستم و ستمگری و قوانین جاهلی رها کنید، خودتون رو به توحید و بندگی و عدالت و مساوات و محبت برسید. اینها رو به رسول خدا کردن خالون انا او عمون، که از کسی که سخنگو بود، آیا من خال دایی شما هستم یا نه من عموی شما حساب میشم؟
پیامبر صلی الله علیه و آله گفت نه بل خال، بلکه شما دایی من حساب میشید. بعد ایشون گفت که پیامبر گفت خب بگو قل لا اله الا الله، حالا که اینجوری بگو لا اله الا الله. دوباره پیامبر داره تشویق میکنه. اونها خب معانی رو میفهمیدن، من شما متاسفانه این معانی رو نمیفهمیم. امروز مسلمان ها، حتی کسانی که زبان عربی میدونن، متاسفانه از کنه و فهم معانی این لغت ها دور موندن. اونها بر اساس اون فهم و آگاهی که از این مقام معانی داشتن، پیامبر بهشون اشاره کرد بگی لا اله الا الله، کاملا شرایط و مقتضیاتش از این کلمه درک میکردن. بعد اونها گفتن یا رسول الله، آیا ما تابع این دین بشیم و این شهادتین رو بدیم برای ما خیر خواهد بود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت بله براتون قطعا خیر خواهد بود. اینجا بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و بنی نجار رو که جزو خزرجین بودن اشاره کرد که شما دایه‌های من هستید. حالا بانوی بزرگواری که ما امروز میخوایم ازش صحبت بکنیم، اینجا در واقع این نکته میخوام اشاره بکنیم از همین قبیله است. چرا که سلما بنت عمرو در واقع که مادر بزرگ پیامبر حساب میشه، یعنی فرض کنید مادر عبدالمطلب هست و خب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به فامیلای خودش بحث صله رحم و محبت و مواسات رو همیشه مد نظر داشت و خیلی به این اهمیت میداد. میدونید نکته ای که در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح است اینی که ایشون همیشه چه در زمان نبوت چه قبل از نبوت بحث صله رحم خودش رو حفظ کرد. رو همین اساس وقتی که برایشون وحی شد در اون شرایط قرار گرفت، پیش ام المؤمنین خدیجه اومد گفت من میترسم برام اتفاقی افتاده باشه، گفت نه، تو فردی که صله رحم رو به جا میاری، به فامیل خودت، به نزدیکان خودت، اقوام خود در هر سطح سطوحی که هست محبت میکنی و ارتباط داری و خداوند تو رو ضایع نمیکنه. حالا در هر صورت از این دایای بزرگوار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که ما داریم صحبت میکنیم، از همین نسل بنی نجار، خب این صحابی بزرگوار یک صحابی بزرگوار، این بانویه که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم و بگیم ایشون کی هست و چگونه هست، چه شخصیتیه. ولی ایشون امام ابن اسیر نقل میکنه، میگه که سلما بنت قیس، خوب داشته باشید، سلما بنت قیس ابن عمرو ابن عبید که باز همینجوری به سلسله میاد که در ابن نجار کنیه ایشون، که کنیه که ما بارها اشاره کردیم که به کسی کنیه میدادن مثلا پدر فلان و مادر فلان، کنیه ایشون ام منذر هست. ایشون در واقع یکی از خاله های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جهت پدر حساب میشه، یعنی نسبت فامیلی رو میخواد اشاره کنه که اون چیزی که در عرب وجود داشت الان هم در قبایل عربی که شما برید میبینید این اصل اصابت این نسب ها و ارتباط های فامیلی هست. و من در بلوچستان هم این رو دیدم که مثلا اصطلاحی داشتن ناکو، ناکوزت، تروزت، تریزت، اینا که مثلا این سلسله های فامیلی علیرغمی که خب مثلا ادامه پیدا میکرد کاملا داشتن همدیگر رو میشناختن و به عنوان صله رحم اینو قبول داشتن. حالا ممکنه تو ماها مثلا یک مثلا پسردایی، دختردایی، پسرعمه، دخترعمه بشناسیم یا فوقش بچه‌هاشون رو دیگه به اون حالتی که مثلا دختردایی همه رو بگیم دختردایی ما یا پسردایی ما یا پسرعمه و دخترعمه ما نشناسیم، فقط همون ردیف اول بشناسیم. ولی در قبایل این گونه نیست، در چند نسل هم که میره این حس رو وجود داشته و این حس عاطفه و خونی رو داشتن. اینو میگم که برای اینکه متوجه بشید، شاید برای خیلی ممکنه برای من و شما که مثلا زبانمون فارسی در این بحث قبایل و فرهنگ ها آشنا نیستیم، خب بگیم چطور میشه چند نسل گذشته حالا طرف خاله و یا دایی، نه، این در بینشون از نظر عواطف قومی و قبیلگی هست. بله، این سلما بنت قیس به عبارتی ام المنذر از اولین زنانیه که ایمان میاره و ایمان در قلبش جا میگیره و اصلا به عبارتی جزو نسلی هستن که نسل برگزیده مدینه، این گونه بگیم، کسانی که خداوند اینها رو برگزید. از همون زمانی که مصعب بن عمیر وارد مدینه شد پیام الهی رو شنیدن، اسلام رو پذیرفتن و بیعت کردن با اسلام، همراه دین شدن و ایشون هم جزو کسانی که هم در دو قبله نماز خونده به عبارتی، هم به سوی بیت المقدس و هم وقتی قبله تغییر کرد به سوی کعبه مکرمه و خب از صحبت پیامبر، از یاری پیامبر، از شاگردی پیامبر بهره مند شده. ابن حجر رحمت الله علیه نقل میکنه، میگه ام منذر انصاری یکی از خاله های پیامبر هست. خوب داشته باشید، یکی از خاله های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که ایشون به طرف دو قبله، به طرف بیت المقدس و به طرف کعبه مکرمه چیکار شدش؟ نماز خونده. ابن عبدالبر چی میگه؟ میگه ایشون خواهر سلیط ابن قیس هست.
خب وقت سلما بنت قیس خواهر سلیط بن قیس هست. خب سلیط هم که ما در موردشون در داستان ها گفتیم یکی از قهرمانان و یکی از شاگردان مدرسه نبوت بوده. ایشون در جنگ بدر همراه پیامبر بوده، خندق بوده فلان، و این نکاتی بود که ما قبلا اشاره کردیم. زنان مجاهد، بانوان مجاهد، اصحاب صحابیات مجاهداتی که کنار پیامبر بودن. در هر صورت ایشون میگه در همه این موارد بود. این سلیطیاتون باشه در اون معرکه یا اون جنگ جسر که معروف هست با ایشون با ابو عبید همراه بوده و ایشون بالاخره در اونجا به شهادت رسید به عنوان شهیدی که در اون سال نقل شده در سال 14 هجری و بالاخره موارد متعددی که ما در اون داستان نقل کردیم که داشتم اینجا اشاره میکنم. میخوام این ارتباط رو برقرار کنیم بدونید سلیط کیه و این سلما خواهر سلیط در واقع. ام منذر دو تا خواهر دیگه داره، یکی دیگه ام سلیم هست بنت قیس و دیگه امیره بنت قیس هست که این دو نفر هم ایمان آوردن و بالاخره با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم همراه شدن. این ام منذر ما به عبارتی سلما بنت قیس ما دارای یک ذکاوت و هوش فراوانی بود و به خوبی میتونست آیات و وحی و روایات پیامبر رو که پیامبر دستورات میده درک بکنه و دریافت بکنه. تا همینجا داستان رو داشته باشید برای اینکه طولانی نشه. ادامه این داستان رو میذاریم برای جلسه بعد. تا فرصت دیگه و جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.